منصور از اصفهان به ما میپیونده روی خط 2. آقای منصور سلام به شما. رضا امیدواره که این تغییر وحدت بیشتری و هماهنگی بیشتری بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم و دولت به وجود بیاره. شما فکر می‌کنین این تغییر حرکت مثبتی هست یا نه؟ سلام میکنم خدمت شما خانم قدسی و همکارانتون. در خصوص با تغییر ریاست دانشگاه آزاد و عملکرد جاستی، من اول اجازه میخوام در رابطه کارآمدی خوبی که دانشگاه آزاد داشته صحبت کنم. بفرمایید. یا کنید خلاف تصوری که نسبت به دانشگاه آزاد هستش، یا بهتر اینجوری بگم الان همه دانشجویان دانشگاه آزاد که در مقطع کارشناسی و چه کارشناسی ارشد و حتی دکترا آرزوی کونت بذارن، خودکش کونی. ببخشین معذرت میخوام از بیادبی این همکار این بینندمون در خط 2 با گلاره از آمریکا روی خط 1